سلام رفقا، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. من حسین افسی هستم. خیلی خوشحالم که با اولین ویدیو خودم در خدمتتونم با پیش بینی رقابت‌های حساس لیگ قهرمانان اروپا. در ادامه این ویدیو با من همراه باشید. اولین بازی دو تیم یوونتوس و بودگلیمت نروژ. تیم یوونتوسی که حال روز خوشی رو نداره، از 5 بازی گذشتهش 3 تا مساوی داشته و 2 تا برد و توی لیگ قهرمانان رتبه 26 رو داره و توی سری آی ایتالیا رده 7 رو داره. در مقابل تیم بوده نروژ در رده دوم لیگ نروژ هست و رده 29 لیگ قهرمانان رو داره. بازی هم توی نروژ برگزار میشه و قطعا شرایط آب و هوایی هم برای یوونتوس سخت خواهد بود. پیش بینی من از نتیجه این بازی نتیجه 1-1 مساویه. خب بریم برای بازی بعدیمون، بازی دو تیم دورتموند آلمان و ویارال اسپانیا. تیم دورتموند که رده 4 بوندسلیگا آلمان رو داره و رده 14 لیگ قهرمانان اروپا. توی 5 بازی گذشته دورتموند 2 تا برد، 2 تا مساوی و 1 دونه باخت رو داشته. در مقابل تیم ویارال، تیم سوم لالیگای اسپانیا که توی 5 بازی گذشته 4 تا برد و 1 دونه مساوی داشته و در لیگ قهرمانان رده 32 رو داره و اصلا شرایط جالبی نداره، اما با فرمی که این تیم در هفته‌های گذشته داشته میتونه حریف سختی باشه برای دورتموند توی آلمان و به نظر این بازی با نتیجه 2-2 مساوی به پایان میرسه. خب بریم سراغ بازی حساس هفته لیگ قهرمانان اروپا، یعنی بازی دو تیم چلسی انگلستان و بارسلونای اسپانیا. این بازی توی ورزشگاه استنفورد بریج لندن برگزار میشه. تیم چلسی تیم دوم لیگ جزیره و تیم 12 لیگ قهرمانان اروپا است. توی 5 بازی گذشته چلسی 4 تا برد و 1 دونه مساوی داشته و عملکرد خوبی داشته. در مقابل تیم بارسلونای اسپانیا تیم دوم لالیگای اسپانیا و تیم 11 لیگ قهرمانان هست که توی 5 بازی گذشته 3 تا برد، 1 مساوی و 1 دونه باخت داشته، اونم که در مقابل رئال مادرید بوده. به نظرم این بازی چون یه بازی خیلی کلاسیک و حساس هست، در این حال که در انگلستان برگزار میشه، من نتیجه 3-2 به نفع تیم بارسلونا رو پیش بینی میکنم. خب بریم سراغ بازی بعدیمون، بازی دو تیم منچستر سیتی انگلستان و بایر لورکوزن آلمان که این بازی توی ورزشگاه اتحاد شهر منچستر برگزار میشه. تیم منچستر سیتی توی لیگ قهرمانان در رده 4 هست، توی لیگ جزیره در رده 3 و توی 5 بازی گذشته 4 تا برد و 1 دونه باخت رو داشته. اما تیم بایر لورکوزن در مقابل تیم سوم آلمان و تیم 21 لیگ قهرمانان اروپا هست. این تیم در 5 بازی گذشته هم 4 تا برد و 1 دونه باخت رو داشته. با توجه به شرایط این بازی من به نظرم بازی 3-1 به نفع تیم منچستر سیتی میشه. خب بریم سراغ بازی حساس دیگه این هفته لیگ قهرمانان اروپا، یعنی بازی دو تیم آرسنال انگلستان و بایر مونیخ آلمان. این بازی توی ورزشگاه امارات لندن برگزار میشه. آرسنال توی 5 هفته گذشته 4 تا برد و 1 دونه مساوی داشته. توی لیگ جزیره تقریبا با اختلاف زیادی اول هست و توی لیگ قهرمانان هم با همین تیم بایر مونیخ مشترکاً اول هستن، یعنی توی 4 بازی گذشتهشون هر دو تیم 12 امتیاز کسب کردن. در مقابل تیم بایر مونیخ هم توی لیگ قهرمانان و همچنین بوندسلیگای آلمان اول هست و توی 5 بازی گذشته 4 تا برد و 1 دونه مساوی داشته. به نظرم این بازی با نتیجه 2-2 مساوی به پایان میرسه. خب بازی بعدی بازی دو تیم اتلتیکو مادرید و اینتر میلان هست. این ورزشگاه توی اسپانیا برگزار میشه و تیم اتلتیکو تیم 4 لالیگای اسپانیا و تیم 17 لیگ قهرمانان اروپا است. توی 5 بازی گذشته 5 تا برد داشته. در مقابل تیم اینتر میلان تیم 4 سری آ ایتالیا و تیم سوم لیگ قهرمانان اروپا است و توی 5 بازی گذشته 4 تا برد و 1 دونه باخت داشته. با توجه به آمادگی دو تیم و شرایط بازی من نتیجه 2-2 مساوی رو پیش بینی میکنم. بازی بعدیمون بازی دو تیم لیورپول و آیندهوون هست. این بازی توی ورزشگاه آنفیلد برگزار میشه. لیورپول اصلا شرایط خوبی رو نداره. توی 5 بازی گذشته فقط 2 تا برد به دست آورده و 3 تا شکست داشته.
توی لیگ جزیره رده 12 رو داره و توی لیگ قهرمانان رده 8. در مقابل تیم آیندهوون تیم صدرنشین لیگ هلند هست و رده 18 لیگ قهرمانان رو داره و توی 5 بازی گذشته 4 تا برد و 1 دونه مساوی رو داشته. پیش بینی من از نتیجه این بازی نتیجه 2-1 به نفع تیم لیورپول هست. خب بازی بعدیمون بازی دو تیم رئال مادرید و اولمپیاکوس هست. این بازی توی یونان برگزار میشه. تیم رئال مادرید تیم صدرنشین لالیگای اسپانیا و تیم 7 لیگ قهرمانان هست و توی 5 بازی گذشته 2 برد 2 مساوی و 1 دونه باخت رو داشته. در مقابل تیم اولمپیاکوس یونان تیم اول لیگ یونان هست و تیم 31 لیگ قهرمانان و توی 5 بازی گذشته 4 تا برد و 1 دونه مساوی رو داشته. به نظر من این بازی با نتیجه 3-1 به نفع رئال به اتمام میرسه. و بازی آخرمون بازی دو تیم پی اس جی و تاتنهام هست. این بازی در ورزشگاه پارت او پرنس شهر پاریس برگزار میشه. تیم پی اس جی رده اول لیگ فرانسه رو داره و رده 5 لیگ قهرمانان توی 5 بازی گذشته 3 تا برد 1 دونه مساوی و 1 دونه باخت رو داشته. در مقابل تیم تاتنهام شرایط خوبی رو نداره، در لیگ قهرمانان در رده 9 و در لیگ جزیره رده 8 رو داره. در 5 بازی گذشته 3 تا باخت 1 دونه مساوی و 1 دونه برد رو داشته. به نظرم این بازی با نتیجه 3-1 به نفع تیم پی اس جی به پایان میرسه. خیلی ممنونم دوستان عزیزتر از جان که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودید. حتما چنل من رو دنبال کنید، لایک و کامنت فراموش نشه. و یه نکته هم در مورد پیش بینی شما دوستان عزیز هست، اونم این که توی قسمت کامنت ها حتما پیش بینیتون رو انجام بدین. افرادی که پیش بینی درستی داشته باشن قطعا در ویدیو بعدی من در مورد اونها صحبت خواهم کرد. ایام بکام و خدا نگهدار.